بسم الله الرحمن الرحیم. قاف القرآن المجید. سوره را به نام سوره قاف یاد میکنه چون که کلمه قاف در اول سوره ذکر شده و یکی از حروف مقطعات است که نمایندگی از اعجاز قرآن کریم میکنه. بعضی مردم ها قاف عبارت از کوی قاف گرفته، در این مورد یک روایت منقطع امر میکنن، لیکن این گپا کلش نادرست است، حقیقت نداره. قاف از حروف مقطعات است، در قرآن کریم ذکر شده. بارها گفتیم که اصل مقصد از این الله خوب میدانه. این سورت 34م سورت است در نزول خود که قبل سوره بلد و بعد سوره مرسلات نازل شده. سورت مکی است، از همین خاطر موضوع توحید رسالت خصوصا موضوع قیامت از زیاد مورد بحث قرار میده. از خصوصیت های این سورت ای بود که پیغمبر علیه السلام در اکثر جمعه ها و عیدا ای را تلاوت میکرد. بسیار تکان دهنده است. منظره عجیبی مردن انسان، پیش شدن قیامت الله بیان میکنه. یقینا که در هر جمعه اگر این سورت مطلبش آدم بفهمه و بشنوه و انسان بسیار جور میشه، از خواب غفلت بیدار میشه. محبت پرستی مادیات دنیا اگر بر انسان پیدا شده باشه بالکل از قلب آدم بیرون میشه. این بسیار تاثیرات عجیب داره. ارتباط این صورت قطع ما قبل در ما قبل الله بیان آداب کرد، او آدابی که سبب وحدت مسلمان ها میشه. در اینجا ما را تخویف میده، الله ما را میترسانه که سعی کنه این همه امور و دستورات الله برای خودتان است، به منفعت خودتان است. اگر شما این را رعایت نمیکنید دنبالتان این تو روز آمده نیسته که یک قطع شما محاسبه صورت میگیره. این تو روز آمده نیسته که هیچ کس از پیشتان دفاع نمیتونه. از همون خاطر انسان باید بیدار باشه. برای ما اینطور دستورات میده که چی اعمالی را انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم به نام الله که بیاندازه مهربان نهایت رحم کننده است. قاف. الله عالم است به اصل مقصدش. والقرآن المجید، قسم به قرآن المجید که بزرگ است، مقام و شرافت بلند داره. المجید صفت قرآن مجید آورده. مجد میگه بزرگی را، عزت و شرافت اشاره میکنه که قرآن مجید است. خودش یک تیکه شرافت است، عظمت و بزرگی است، مقامی خیلی بلند و عالی داره. از هر نگاه از مطالب خود، از گفتار خود، از اینکه شیوه بیان قرآن کریم چقدر شرافتمندانه است و چقدر عزت داره. یقینا که اینجا آلی بیان سوره قاف بسیار انسان شرافت نصیب میکنه. یکی به مردم شرافت میده. هر کس که تعلق به کتاب الله داره شرافت میده. بزرگترین شرافت در جنت است و این توسط بیانات قرآن به آدم حاصل میشه. که چی شرافت الله توسط قرآن برای تو داده است. بل عجبوا ان جاءهم. اینطور قرآنی با شرافت که معیار خیلی عالی و بالا داره، لیکن اینطور مردمی بدبخت که از اینطور کتاب نعوذ بالله اعراض میکنه، قبول نمیکنه، بلکه نه نامای غلط برش میمانه. گاهی میگه سحر است، گاهی میگه شعر است، گاهی میگه کهانت است، گاهی میگه دروغ است، افترا است، گاهی میگه جنون است. به همچو کتاب به همچو قرآن مردمی ترگپا میگه. بل عجبو، بلکه تعجب کردن همی کفار. چرا؟ ان جاءهم که آمد برشان منذرون بیم دهنده، منهم از جمع خودشان که پیغمبر علیه السلام است. فقال الکافرون، گفتن کفار، معلوم شد که انکارشان ناشی از کفرشان است. کفر مرض خیلی بد است. هذا شیء عجیب، این چیزی که پیغمبر بیان میکنه خیلی عجیب است، ناشناسته. این میگه ما پس زنده میشیم. این قرآن میگه که قیامت آمده نیسته، در اونجا حساب کتاب میشه، جنت و دوزخ است. عجیب گپارا میگفتن. این قرآن میگه که به یک الله تسلیم شویم، این دین سابقی خدا بگذاریم. این کلی گپای تعجب آور به پیش از وا بود. از همون خاطر میگه بعد از او ایذا متنا، آیا که ما وقتی وفات بکنیم و کننا شویم ترابا خاک، ذالک رجع بعید، ای بازگشت یا دوباره زنده شدن، بعیدون خیلی دور از عقل و نقل است. عقل نمیپذیره. خاک شویم ما، ریزه ټوټه وجود بدن ما اجزایش مکمل گم شوه، باز ما زنده شویم.
الله میگه قد علمنا ما تنقص، ما میدانیم آن چیزی که کم کرده الارض و زمین منهم از یاره. چرا شما تعجب میکنی؟ از بدنتان خردترین جز از بدنتان نیست که او را زمین گم کرده باشه، کم کرده باشه؟ الله سرش عالم است، پس او را جمع میکنه. یک مانا قد علمنا ما تنقص الارض، ما میدانیم آن چیزی که زمین کم کرده منهم از یا آبا و اجداد از یا وفات کرده، خودی از یا باقی مانده، کلش به الله معلوم است. دو قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یقینا ما میدانیم آن چیزی که کم کرده زمین از یا ولی یک جزش باقی مانده. در حدیث هم ثابت است. عجب زنب میگه امو بنده که چیسته پشت ستون فقرات که در آخر مهرش قرار داره، او باقی میمانه، او باقی میمانه. اشاره به ایام میکنه که بعضی مرده هاست که او مکمل از بین نمیره. اجساد انبیاء علیهم السلام، اجساد اولیاء و شهدا، بعضی را زمین هیچ غرض هم نمیگیره، قرنها سرش تیر میشه، به نزد الله موجود است. خب بعضی که بالکل خاکستر واری گشته، به الله معلوم است. و عندنا کتاب حفیظ، الله میگه به نزد ما کتاب دفتری از حفیظ محفوظ. دو معنا داره، تمام عمل کردی از یاره، گفتار و کرداری از یاره، دشمنی از یاره، تلاش از یاره برای محو کردن دین، برای تکذیب دین، مکمل ما ثبت کردیم در دفتر اعمالشان. حفیظ است، محفوظ است، برشان یکه یکه پیش میکنیم که شما اینی مردم ها بوده. اینطور نگوین که هر روز ما میگیم این سخنای متلاشی میشه، گم میشه. یک مانا. دوم و عندنا کتاب، بنزد ما کتاب است لوح محفوظ، حفیظ که از هر نوع تغییر و تبدیل بالکل محفوظ است. در اونجا تغییر و تبدیل نمیه، پیش از پیش عمل کرد از یاره تا زندگی و نیاییشان مکمل نوشته شده که آدم چی میکنه. الله در دنیا پیدا میکنه، شای اختیار برش میده، پیغمبر روان میکنه، کتاب روان میکنه، تبلیغ و تقریر برش شروع میشه، لیکن باز هم انسان رای نعوذ بالله چارپایه را در پیش میگیره، برای خود جهنم تیار کرده. کل به الله معلوم است. بل کذبوا بالحق، بلکه یا تکذیب کردن با آن چیزی که واقعیت داره، حقیقت داره، یا تکذیب کردن بالحق، توحید الله را، یکتا پرستی الله را که ثبوتش توسط دلایل شده، ثابت است توسط دلایل. بل کذبوا بالحق، تکذیب کردن با آن چیزی که ثابت است توسط دلایل که زنده شدن بعد از مرگ است. لما جاءهم، وقتی که برشان آمد، فهم فی امر مریج، پس این مردم در یک امر مریج مضطرب پیچیده هستند، گپای مختلط میزنه، گاهی میگه قرآن کریم سحر است، گاهی میگه شعر است، گاهی میگه کهانت است، خودی از یا ایران مانده، در یک خط قرار نداره، گاهی نظرشان یک طرف میشه، گاهی دیگه طرف میشه. یک مانا یا هستن فی امر مریج، در امر مختلط و پیچیده، که آیا ما پس زنده میشیم، قطعا حساب و کتاب میشه، دشمنی ما بر ما جزا داده میشه نمیشه، مختلط هستند در گپا. الله میگه نیست لیاقت به این قدر اختلاط، با این قدر نعوذ بالله تردد و پیچیدگی. چرا؟ افلم ینظروا، ما خو علاماتی برشان پیدا کردیم که بالکل یار در یقین برسانه. افلم ینظروا الی السماء، آیا نمی بینند به سوی آسمان؟ مراد از دیدن امی دیدن چشم است. یک مانا. افلم ینظروا الی السماء، آیا در پیدایش آسمان تفکر ندارند؟ چه رقم؟ فوقهم، که بالایشان قرار داره، کیف بنینا، چه قسمی مخلوق عظیم و بزرگ ما جور کردیم. ستون متون وجود نداره، یک سقف محفوظ است که بالای مردم قرار داره و یار حفاظت میکنه از آمدن سنگای آسمانی. و زیناها، ما چه قدری را زیبا کردیم، مزین کردیم. و ما لها، نیست برای آسمان من فروج، کدام شگافه در جای مشاهده کردن نمیتونه. الله متعالی که مخلوق عظیم جور کرده، 20 ستون همیطور یارا نگهبانی میکنه. والارض مددناها، این مردم نمیبینه به زمین، مددناها که گسترانده میره، هموار کردیم. مراد از همواری طور نیست که بالکل همواری باشه که پستی بلندی نداشته باشه، مانا گستراندن که قابلیت زندگی برای انسان داره. و القینا فیها رواسیه، ما انداختیم بالای زمین رواسیه کوها را، به خاطر که شورک نخوره، حرکت استرابی نداشته باشه. و انبتنا، ما رویانیدیم فیها در زمین من کل زوج، از هر جفت و جوره، بهیج با رونق تازه،
زوج انواع میگه ما رویانیدیم من کل زوج از اصناف و انواع گیاه ها و میوه ها بهیجن که تازه بارونق است، یا مراد گیاه ها که نر و ماده داره. تبصرتا و ذکر لکل عبد منیب، تبصرتا که برای بینایی مردم است که در نظر ظاهر ببینه، و ذکر برای داناییشان است که به چشم قلب خوب فکر بکنه. برای کی؟ لکل عبد منیب، برای هر بنده که خدا عاجز تراش میکنه، به الله محتاج فکر میکنه، خدا منیب که انابت کننده است، رجوع به سوی الله میکنه، حق طلب است، عنادی ضدی نیست. هر جای ثمره قرآن، ثمره دلایل، ثمرات تمام تقریرها برای کسی میاثر میشه که در قلب تعصب نداشته باشه. یادتان باشه تنگ نظر نباشه، تعصب نداشته باشه، قلب وسیع داشته باشه. پیش هم این مسئله تیر شد. چیست؟ یستمعون القول فیتبعون احسنه. بس گفتار از هر کس میشنوه خود تابعداری احسنه میکنه، اموی که دلیل داره، سند داره، درست است، ثمر بخش است، اون اموره تنگ نظر نیست. انابت انسان در حق میرسانه. اگر انابت قطعی تو بود، خدا کلان نتراشیدی، تعصب نکردی، ضد نکردی. کسی که از یک طرف تعصب میکنه او در حق نمیرسه. چرا همیشه او دفاع و پالوانی برای امازو کده رایسته، او حق هیچ نمیبینه. امروز اینمی مرض است در بین امی توده های تابعدارای مذاهب ما که از امون یک طرفداری میکنه، تعصب میکنه، گاهی هم آماده نیست که کتاب جانب مقابل هم مطالعه کنه، دلیل جانب مقابل هم ببینه که چقدر وزن داره. اینجاست که برای از یا حق قطعا واضح نمیشه. حق وقتی واضح میشه که بس سینه فراخ دلایل گپای کل گیره پیش کنی، سرش سنجش کنی، بعد زورای حق بری تو میاثر میشه. قرآن میگه تبصرة و ذکر لکل عبد منیب. یکی از جمله اینمی نشانه های قدرت الله در بیرون به این خاطر است که انسان پای ببره، هم به چشم ببینی، به چشم سر، و هم به چشم دل ببینی، تفکر بکنی، الله خدا بشناسی، مسئولیت خدا بشناسی، و کدام طرف که تو روان هستی او را بشناسی که من کدام طرف روان هستم، چی چیز به درد میخوره. و نزلنا من السماء ماء، به تدریج روان میکنیم از طرف بالا آب مبارکن که یک تک خیری کثیر پر است. آب است که کسی می نوشه، کسی زراعت آبیاری میکنه. آب است که گرد و غبار و گپارا دور میکنه، همینطور میبره. روان میکنیم. فانبتنا به، رویانیدیم توسط آب، جناتین باغارا، و حب الحصید، دانه که قابل درو است، یعنی او کشتی که درو شده است. حب الحصید، دانه که قابل درو میباشه، او را رویانیدیم. کی رویانیده؟ انسان فکر بکنه. در یک دانه گندم چی رقم پیدا میشه؟ درختش چی رقم میشه؟ چرا الله تبارک و تعالی اینطور خارواره سوغه برش که میگیم، این را برش چرا داده؟ اگر همون نباشه پرنده ها مکمل در یک روزمی کلی کشته میور داره. الله چطور برای حفاظتش این سوغه ها را پیدا کرده که در جان پرنده میخوره؟ در هر چیزی ازی، در پرده های ازی که سعی کنی که چی رقم پرده را الله برش پیدا کرده، این محفوظ نگاه میکنه الله است. و النخل پیدا کرده، رویانیدیم توسط آب باران خرما را، درخت خرما را، باسقات که خیلی بلند است، تندار هستند. لها برای همی درخت خرما طلع خوش است، ندیدن که تو در تو است، یکی بالای دیگه قرار داره، مثل دانای انگور واره. خوشه خرمام اینمی قسم خوشه داره. رزق للعباد، برای خوراک بندگانی خود. تو بنده چی کده میتونستی؟ یک خرما را جور کده میتونی؟ سالا بزن، سالا زحمت بکش. او انرژی ویتامینی که الله در خرما گذاشته، به او سیستم، به او رنگ، به او لذت میتونی؟ چه پرده هایی را الله در اونجا. یک انسان اگر تنها در یک دانه انار فکر بکنه، خرما فکر بکنه، نشانه های عجیبی قدرت الله را مشاهده میکنه. تو الله را نمیشناسی. و احیینا به بلدة میتا، ما زنده کردیم توسط اینمی آب بلدة میتا، شهری که بالکل خشک شده بود، تر و تازگی نداشت. کذالک الخروج، ای مردک چرا غافل هستی؟ اینمی رقم برآمدن از قبر هاست. این گیاه ها را تو در شهر خشک نمیدیدی که گیاه باشد، دانه باشد، درخت باشد؟
ناگهان باران میشه، باز میبینی که زمین قطی زمین در حرکت میشه، از اون طرف سمارق برآمد، از اون طرف گل، از اون طرف گیاه، از اون طرف درخت، رقم چیزا رو تو مشاهده میکنی. کی پیدا کرده میره؟ هیچ چیز خو نبود. اینمی رقم فرمان الله که برسه انسان ها از قبرها بیرون میشه. کذبت قبلهم، بله گپی جدید نیست، تسلی به پیغمبر علیه السلام است. کذبت قبلهم نسبت دروغ کرده پیش از یا قوم نوح علیه السلام و اصحاب الرس، صاحبای رس را میگه. اینجا فقط در قرآن کریم در دو جای این گپ آمده، خود زیاد تشریحش نکرده. چرا؟ قومی زیاد شهرت نداشت، امو قدر الله یاد کرد. و ثمود و سمودیا و عادیا تکذیب کرده، و فرعون سرلشکری قوم که فرعون در رأس قرار داشت او هم تکذیب کرد. و اخوان لوط، برادرای لوط علیه السلام، یعنی قوم لوط علیه السلام اصلا برادرها از طریق خسرخیلی بوده. و اصحاب الایکه، صاحبای جنگل، قوم شعیب علیه السلام است. و قوم التبع، اونم که در پالوی یمن بوده. کل کذب الرسل، نقطه مشترک کلی از یا اینمی بوده که نسبت دروغ کرده به انبیاء علیهم السلام، سخنای پیغمبر دروغ شمرده، گفته شما دروغ میگی. فحق ثابت شده، پایین شده، وعید وعده عذابی مصری از مکمل تبا شده. باز متوجه میکنه افعینا بالخلق الاول، چرا شما این کار میکنی از دوباره زنده شدن؟ چرا؟ نعوذ بالله، آیا من مانده و خسته شدم از پیدا کردن اول؟ آلی از او خاطر من نمیتونم دوم باره پیدا کنم؟ الله خو خستگی ماندگی نداره، سری خود قیاس میکنی. بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه این مردم نه الله خو مانده و خسته نشده، بلکه این مردم فی لبس در شبه است، من خلق جدید، از پیدا شدن جدید، یا پیدا شدن جدیده نمیپذیره، شبهه داره. ولقد خلقنا الانسان یقینا، ما پیدا کردیم انسان، و نعلم، میدانیم ما چیزی را توسوس به، که بخاطر می آورد بهی به او چیز، نفسه نفسش، هر چیزی که نفسش در خاطرش میاره الله میگه من میدانم. الله اکبر. که در ذهنت کدام گپ تو میخوره امی هم الله میدانه. و نحن اقرب الیه، ما خیلی نزدیک هستیم به این نفس، من حبل الورید، از امو گردن رگای جان. دو رگی که در چی است؟ گردن است، که اصلا رگای روح است که قطع میشه، باز روح از بین میره، انسان به دست و پا میشه. این یک تعبیر است، وگرنه الله به انسان از یک قدم هم چی است؟ نزدیک است. اینجا مراد از نزدیکت علم و قدرت الله تبارک و تعالی است. الله خودش میدانه امو رقم که لایق شان الله است. آلی الله برای ما بیان میکنه از یتلقى المتلقیان، در آن وقتی که فرا میگیرن، اخذ میکنن، میگیرن، المتلقیان دو تنی گرفتنی، عن الیمین از طرف راست و عن الشمال از طرف چپ، قعید نشستگان است، کراما کاتبین که اعمالا نوشته ثبت کرده رایسته میگیره. البته امور اختیاری را ثبت کرده رایسته، غیر اختیاری را ثبت نمیکنه. فرشته تا جانب راست امین است، بالای فرشته جانب چپ. گناه که انسان انجام میده، ملک طرف راست میگه نوشته نکو، شاید آلی توبه بکشه، وقتی که توبه نکشه بیگاه شوه، باز بعد از اون نوشته میکنه. ما یلفظ من قول، به زبان نمیاره یک گفتار، الا لدیه، مگر در پیش همی گفتار، رقیب، ملکی است که اون نگهبانی میکنه، عتید، تر آماده. امی که گپ میزنی، حرکت میکنی، تر آماده است. و جاءت سکرت الموت، آمد بیهوشی مرگ، سختی مرگ. سکره به خاطر میگه که انسان مثل بیهوش واره میشه، وار خطا میشه، یک نمیفهمی چی میگی چی میکنی، دست میپرتی، بسیار سخت است. بالحق، آمد سختی مرگ، بالحق، براستی. ذالک، گفته میشه به یادم، ما کنت، ما او چیزی بود، کنت که تو بودی، منو از اینمی تحید و فرار میکردی از مرگ. کجاست؟ پدر، مادر، برادر، همشیره، عمه، ماما، کاکا، قوم، دکتر، کلگی نشسته می باشه. کلگی کدام طرف روان استی؟ روحت کدام طرف روان است؟ کسی قد امداد کده میتونه؟ انسان بسیار بسیار غافل است، بسیار جفا میکنه، بسیار ظالم است. همین ساعت تو در پیشت بیار، ها؟ کی از کی نمی روح باز بگردانه؟
زدی خیز زدی حرکت کردی او را بخو او را. امروز بی مالای تا با کی مانده؟ سرش چی میکنه؟ سر همون مردمی که پراداری میکردی دلسوزی میکنه چی قطعت میتونه؟ کدام کارا میتونه؟ دفاع از پیشش میکردی ده اموری باطل نعوذ بالله حرام جمع کرده روی بود. بسیار سخت است که انسان در او حالت قرار میگیره و هیچ چیزی قطع دیاری کرده نمیتونه. خوش به حال او مومن که ملائک یکی از دیگه پیشی کنه که روح یزیر بگیرم. و خیلی بد است، بد حال از او کسی است که کل عمر ده غفلت تیر کرده، الله را نشناخته، عقیده را نشناخته. این بسیار سخت است. همین منظره را، همین حالت انسان یک دفعه دم روی خود بیاره ببینه که کی قطع دیاری میکنه. او برات گفته میشه ذالک ما کنت منه، ایو نمو چیزی است که تو بودی منه تحت فرار میکردی. هر روز تلاش داشتیم که مرگ نبیه. حالا در هندوستان برو، در آلمان برو، کجا شد آلی؟ و نفخ فی الصور، دمیده میشه در سور. ذالک یوم الوعید، این روزی است که وعده شده بود. و جاءت بیا کل نفس، هر نفس معها امرایش سائقون، یک راننده است از پشتی سر، و شهیدون گواهی دهندم قطعت باشه. در عمرت چی کارا را کرده؟ لقد کنت فی غفلت، یقینا تو بودی بسیار در بیخبری. من هذا، از حالت از روز. فکشفنا عنک، ما برداشتیم عنک از تو غطاءک، پرده غفلت برداشتیم. حقیقت شناسی عالی برات معلوم میشه که کدام گپ است، دنیا چی بود، دین چی بود، حالت چی بود، کدام طرف روان بودم. فبصرک اليوم حدید، نظری تو امروز حدید، تیز است، هر چیز میبینه. اونجا بود که نظر نمیکردی، پرده های شهوت، پرده های شبهه، پرده های محبت دنیا، پرده های محبت مال، اولاد مکمل سرت انداخته شده بود، حقیقتش نمیدیدی. آیات قرآن ده تو تاثیر نداشت. آیات الله گفته میشد، عذاب الله بیان میشد، منظری عیبتناک قیامت برات گفته میشد، تو هنوزم درک نمیکردی واقعیت را. و قال قرینه هذا ما لدی عتید. بسیار سخت است که شیطان اونجا قد تو می باشه او ملک قدت می باشه. شیطان بدبختی های تو را برات میگه اینا تیار قطمه است، او ملائک میگه اعمالی تینه امرای ماست. چی انجام دادی در زندگیت؟ بسیار جای افسوس است که همینطور حالات روزمره مشاهده میکنیم. بابا رفت، پدر رفت، بیبی رفت، مادر رفت، در پیش روی چشمی خودی ما. بازم ما بیدار نمیشیم، بازم در مو حالت غفلت هستیم، دستر طرف انداخته رایستیم. نه نماز است، نه روزه است، نه زکات است، نه احسان قطع مردم است، تحقیر مردم، خودسری، غیبت، دروغ، خیانت، نعوذ بالله. کل عمر در این حالت تیر میشه، در این حالت میرسیم. و قال قرینه، میگویه هم نشینش، هازا مالده پیش ما است عتید و ناظر، چیزی که انجام داده این اما کمل ثبت است. اگر ملک باشه، اگر بدبختی هایت باشه، گناه هایت، شیطان قطعت است. القیا فی جهنم، از این معلوم میشه که شیطان است. از او خاطر امر به تصنیه میشه، یا ایسته که به می دو ملائک گفته میشه القیا بندازه فی جهنم، در جهنم، کل کفار عنید، هر شخصی را که انکار میکرد بسیار عنید، زدی بود، عناد میکرد، حق نمیپذیرفت. مناع للخیر، خیلی منع کننده کارای خیر بود، امری که موافق شریعت بود هیچ انجام نمیداد. معتدن، تجاوز کننده بود در حقوق دیگرها هم. مریبن، شک کننده بود، نعوذ بالله، یا شک انداختنی بود دیگرها را یا خود شک میکرد، دیگرها هم در شک مینداخت. امروز همینطور مردم ها هست، خودم در شک است، دیگرها هم در شک میندازه که عقیده حق پیدا کنه.
الذي جعل مع الله، امو کسی که گردانید امرای الله الها معبود آخر دیگره، پرستش کرده، نظرها را بنامش کرده، حاجتای خود طلب کرده، نعوذ بالله. سخنایش به مثل الله وری پذیرفته بیچون و چرا، محبت کرده به مثلش، به مثلی که به الله محبت میشه. فالقیاه بندازش فی العذاب الشدید، در عذاب سخت. قال قرینه، شیطان یا رفیقش میگه ربنا پروردگار ما اطغیته، من ایره گمراه نکردم، زور نداشتم، دلیل برش نگفتم، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکه خودش در گمراهی خیلی دور از حق بود. ما چی زور داشتم سرش؟ زور نداشتم، دلیل نگفتم. در مقابل دلیل انبیاء علیهم السلام ای فقط پشت هوا و هوس خود رفته. قال الله تبارک و تعالی از جانبش گفته میشه لا تختصموا، اینجا نزاع نکنی، لدی در پیش ما، و قد قدمت الیکم، یقینا پیش فرستاده بودم برای شما، بالوعید، به وعده های عذاب که شما را بیان کنه، آگاه کنه که اینطور حالت آمده نیست. ما یبدل القول، تغییر نمیخوره پیش ما قول، لدی پیش ما، و ما انا، من نیستم بظلام للعبید، صاحب ظلم برای بندگا، مگر کمکی ظلم بکنم زیاد ظلم شمرده میشه. نه اینجا سری کسی ظلم نمیشه، هر چی که یه عمل کرد درو کردی خودتان است، کاریدی خودتان است. یوم نقول لجهنم، در روزی که بگویم برای جهنم هل امتلأت، تو پر شدی؟ و تقول، میگوید جهنم هل من مزید، دیگه هست یا نه؟ جهنم صدا میکنه که دیگه وجود داره یا نه. و ازلفت الجنة للمتقین، چطور ساعت باشه که آدم در زمره متقین داخل باشه و جنت برات نزدیک شود؟ تو را نمیبره، جنت الله برات پیش میکنه. و ازلفت الجنة، در حدیث میایه جهنم صدا میکنه که دیگه زیاد هم هست یا نیست. الله تبارک و تعالی در حدیث میاد ساقی خدا، قدم خدا در جهنم میمانه، جهنم خدا نزدیک میکنه او بعد از او دیگه چیز طلب نمیکنه. قدم بلا کیفی الله تبارک و تعالی، پر نمیشه جهنم. و ازلفت الجنة، نزدیک کرده میشه جنت، للمتقین، برای متقین. متقین خو شناختی، کسی که مکمل زندگی خدا محتاطانه پیش برد، همیشه گوش به فرمان الله و خود آنقدر احتیاط میکرد از نواهی الله که پرسان نکو، اینی متقین است. غیر بعید، نیست دور جنت از یا. هذا ما توعدون، بمی جنتی ها گفته میشه یا نمو جنتی است که وعده داده شده بود برای شما، لیکن برای کیست؟ لکل اواب حفیظ، برای هر رجوع کننده به الله که در هر مورد رجوع به الله کرد، در هر معامله رجوع به الله کرد، اواب بود. حفیظ، که حدود الله را حفاظت کرده بود، نافرمانی نکرد، از حدود الله تجاوز نکرد. من خشی الرحمن، کسی که ترسید از الله، خشیت او را میگه که عظمت الله در قلبت باشه، بعد از او چیزی که تو را منع کرده در او چیز مداخله نکنی. که خشیت ترسید از الله رحمان، بالغیب، نادیده، الله را ندیده بود، با اوصاف الله را شناخته بود، عظمت الله در قلبش جا گرفته بود. آلی خدا ایج وقت اینطور نمی گفت که من در جای دیده شم که الله منع کرده، در مجلسی دیده شم که الله از منع کرده. و جا بقلب منیب، آمده به قلب بالکل منیب، یعنی تسلیم به حق. منیب امور میگه که بس به حق تسلیم است، چون و چرا نداره، تعصب نداره، ضد نداره. ادخلوها بسلام، داخل کنی در این جنت، اینمی جنت یاره، بسلام، به کمال امن، یا به سلام گفتن السلام علیکم، مبارکی برات داده میشه. ذالک یوم الخلود، این روزی همیشگی است، الله نصیب ما کنه. لهم ما یشاؤون، برای از آن چیزی است که میخوان فیها در جنت. ولدینا، الله میگه پیش ما مزید دیگه هم است. این چی است؟ اون نعمتایی که پیش الله تبارک و تعالی است، اونم الله نصیب از یا میکنه. و کما هلکنا، بسیار هلاک کردیم، قبل هم پیش از یا، من قرن، طایفه هایی را، هم اشد منهم، که او طایفه ها خیلی سخت بودن از این کفاری مکه کرده، بدشان از روی حمله کردن، دلاور بودن،
فنقبوا او مردم ها کنجکاوی کردن فی البلاد در شهرها، برای نجات مرگ هر طرف رفتن، سموچاتون الله زدن، لیکن مرگ آمد، عذاب الله رسید. هل من محیص، آیا هست برشان جای گریز یا جای خلاصی؟ این فی ذالک، یقینا در چیزی که ذکر شد داستانا، لذکر، جای سنجش است، نصیحت پذیری است، یادآوری کامل است، لمن، برای کسی که کان له قلب، که او عقل داره. چرا محل عقل قلب است؟ از او خاطر میگه قلب داره، عقل داره. او القى السمع، یا مینه گوش و هو شهید، در حالی که بالکل متوجه و حاضر است، هوش و گوش خود حاضر کرده، انسان از دور راهیاب میشه، یا تفکر میکنه، قطع قلب خود خوب سنجش میکنه که کدام راه حق است، یا ایسته اگر قوی تفکر نداره با گپی دیگه مردم گوش میگیره، خوی گوش گرفتنه به کمال عاجزی خود محتاج از او میدانه و ایجنه و شوخی یا خود مصروف به دیگه طرف نمیکنه. الله میگه ولقد خلقنا السماوات والارض، یقینا ما پیدا کردیم آسمان ها و زمین و ما بینهما، آن چیزی که در بین آسمان و زمین است، فی 6 ایام، در مقدار 6 روزی، اینمی دنیا، یا به مقدار روزهای آخرت که یک روزش 1000 سال است، برای تعلیم بنده های خود که تمام امور خود تدریجی پیش ببره. و ما مسنا من لغوب، نرسیده بر ما کدام خستگی و ماندگی. فاصبر علی ما یقولون، پیغمبر علیه السلام صبر بکو علی ما، به گفته های از یا یقولون، که مردم میگه، گاهی تو را شاعر، گاهی ساحر، گاهی گپای تا دروغ، گاهی جنون، هر چیز گفته رایسته. تو از صبر کار بگی و سبح بحمد ربک، با پاکی یاد که امرای صفتای الله پروردگاری خدا. پاکی یاد کردن عقیده توحید الله را به زبانم بیان کو، دلایلش به مردمم دعوت بده، صفتای کمال برای الله ثابت بکو، بیان کو. قبل طلوع شمس، پیش از برآمدن آفتاب، و قبل الغروب، پیش از غروب آفتاب. منظور است در دو وقت که ملائک تا و بالا میشه، آسمان میروه، تو باید دمی حالت باشی. و من اللیل، از طرف شب، فسبحوا، پاکی الله را بیان کو، و ادبار السجود، و در پشت سر سجده های نماز. مفسرین میگه که اینجا مراد تسبیح الله را بیان کو، بعد از سجده ها مراد از پیشش امی تسبیحاتی است، یا مراد نمازهای سنت است، البته غیر از صبح دیگه وقتا پس از نمازهای فرض، نمازهای سنت خوانده میشه، مراد از پیشش از تسبیح او نموسته. او بعضی میگه مراد از سبح نفلاست، نفلای مطلقه هر وقت کرده میتونیم، غیر از صبح، بعد از نماز صبح و بعد از نماز دیگر. یا ایسته که مراد تسبیحات است، از کاری که آمده، 33 دفعه سبحان الله، 33 دفعه الحمدلله، 34 دفعه الله اکبر، یا هم 33 دفعه یک مرتبه لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. یا وقت نباشه 10 مرتبه آمده در حدیث، 25 مرتبه هم آمده. خو قول راجع میشه، پس در امی دو کیفیت خیلی قوی آمده. البته ای ادبار سجود مراد از پیش نمازهای فرض است. کسایی که بعد از نماز سنت میگه و در حقیقت خطا میکنه که نعوذ بالله تغییر در حدیث پیغمبر میاد. پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله یا تعبیر نمیتونست که میگفت بعد از صلات سنه یا بعد تطوع، بلکه بعد از صلات المکتوبه گفته. و من واستمع یوم ینادی المنادی، بشنو، گوش بگی در روزی که آواز میده، آواز کننده، من مکان قریب، از جای خیلی نزدیک. یوم یسمعون صیحه، در روزی که مردم آواز میشنوه، بالحق، آواز واقعی و حقیقت. ذالک یوم الخروج، ای روزی برآمدن است از قبرها. الله میگه انا نحن نحیی، ماستیم که زنده میکنیم و نمیت و میمیرانیم، و الینا، بسوی خاص، بسوی مال مسیر و بازگشت است. یوم تشقق الارض، در روزی که بشکاف زمین، عنهم، زمین مردم، سراعا، و مردم براین شتابان بجلتی. ذالک حشر، ای جمع شدن است، علینا بالای ما، یسیر آسان، این مردم کلش جمع میکنیم در میدان. نحن علم، ما خوب عالم هستیم، بما یقولون، با آن چیزی که مردم میگه، و ما انت علیهم، نیستی توی پیغمبر علیه السلام بالایشان بجبار، که بزور ایمان سرشان بقبولانی. تو مکلف به این نیستی، سری تو فقط تبلیغ است. فقط چیزی که در برابرت بیان میکنه الله میگه ما عالم هستیم. که یا چی میگن؟ فذکر، بیان کو بالقرآن، نصیحت بده مردم به قرآن کریم.
تعلیم بده به قرآن کریم، دعوت قرآن کریم عام بساز، در هر جای بیان بکو، درس و تدریس قرآن بکنه، تطبیق کنه احکام قرآن در مجتمعتان. من کسی را یخافو که میترسه وعید، از وعید ما، از عذاب ما. این کسی میترسه از قرآن ثمره میگیره که از عذاب الله میترسه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.